مهراج وفا با غزال عنایت چی رابطه‌ای دارد؟ آیا به واقعیت غزال عنایت با مهراج وفا آهنگ دوگانه اجرا خواهد کرد؟ مهراج وفا کجاست و مصروف چی کاری باری است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. مهراج وفا هنرمند محلی خوان ناماشنا شهرت هنری خاصی در میان جوانان کشور دارد. مهراج وفا سابقه نچندانی در هنر موسیقی افغانستان دارد ولی محبوبیت خاصی در میان جوانان کشور دارد. مهراج بیشتر اوقات آهنگ‌های محلی می‌سرود ولی جدیداً آهنگ‌های عاشقانه و چندین پارچه غزل برای علاقه‌مندانش ثبت و نشر کرده است. آهنگ‌های تازه مهراج وفا با ستاره هاشمی و هنرمندان تاجیکی وی را به اوج شهرت هنری رساند. مهراج وفا بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان با خانواده‌اش مجبور به ترک افغانستان شده است و اکنون در کشور ایران زندگی می کند ولی سفرهای به کشور تاجیکستان داشته است و در آنجا با هنرمندان تاجیکی آهنگهای دوگانه ثبت کرده است و کنسرت‌های برای علاقه‌مندان و فارسی زبانان کشور تاجیکستان اجرا کرده است. جدیداً مهراج وفا خواسته با غزال عنایت هنرمند خوش صدا و خوش سیمای افغانستان آهنگ دوگانه ثبت کند. غزال عنایت سرودن آهنگ دوگانه با مهراج وفا را با کمال میل پذیرفته است و قرار است آهنگ دوگانه مهراج وفا با غزال عنایت هم محلی باشد. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم و در انتظار نشر این آهنگ خوب مهراج وفا با غزال عنایت خواهیم بود. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان مهراج وفا و غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.